سلام، به سرویس خبری این ساعت از اتباع خوش آمدید. گزارش کامل درباره زندگی مهاجرین افغان در ایران در شرایط کنونی و اقدامات صورت گرفته برای ساماندهی، بازگشت و کنترل مرزها در شرایط پیچیده و پرتلاطم منطقه. مهاجرین افغان در ایران با تحولات متعددی مواجه شدند. در ادامه به صورت ماده‌وار مهمترین رویدادها، تصمیمات و اقدامات دو دولت ایران و افغانستان در ارتباط با مهاجرین افغان آورده شده است. 1. وضعیت کنونی مهاجرین افغان در ایران. حدود 6 میلیون مهاجر افغان در ایران حضور دارند، به گفته مرکز امور اتباع وزارت کشور. از این تعداد بیش از 2 میلیون نفر دارای برگه سرشماری بودند که اعتبار آن در اسفند سرجسین 403 به پایان رسید. ما 30/12/1403 تمام این برگه‌های سرشماری رو باطل اعلام کردیم و در سایت وزارت کشور که بارگذاری شد اعلام کردیم چه کسانی می توانند برگه سرشماریشون رو به یک کارت 1 ساله اقامتی تبدیل بکنن که 6 گروه هستن و این 6 گروه رو در سایتمون بارگذاری کردیم و اونها می توانند بیان این برگه سرشماری رو تبدیل بکنن به یک کارت اقامتی 1 ساله و اون کارت اقامتی 1 ساله هم بستگی به شرایط اون افراد داره. اگر ما نیاز داشته باشیم، اگر رفتار اونها منطبق بر قانون باشد، امکان تمدیدش وجود داره. وگرنه این تصوری که وقتی به یک کسی یک برگه‌ای میدهیم و تصور میکنه که تابعیت گرفته، یک تصور اشتباهی است که در ذهن بعضیا ایجاد شده و من اعلام میکنم ما دیگر امروز عنوانی با عنوان برگه سرشماری به عنوان یک هویت قانونی در کشورمون نداریم. حدود 770,000 نفر دارای کارت آمایش هستند و اقامت قانونی دارند. بخش قابل توجهی از مهاجرین فاقد مدارک معتبر اقامتی‌اند و غیر مجاز تلقی می‌شوند. 2. سیاست‌های بازگشت و ساماندهی. دولت ایران اعلام کرده است بازگشت داوطلبانه مهاجرین غیر مجاز اولویت دارد. اردوگاه‌های بازگشت مانند مرکز حسن‌آباد در مشهد فعال شده‌اند. به دارندگان برگه سرشماری که شناسه شغلی داشته و با ویزا وارد شوند، اقامت 1 ساله کاری داده می شود. برای مهاجرین بازگشتی، دولت طالبان وعده داده فضای زندگی امن، عفو عمومی و خدمات حمایتی فراهم خواهد بود. 3. اقدامات مرزی. انسداد فیزیکی مرزها در دستور کار ایران قرار گرفته، مانند دیوارکشی 100 کیلومتری. نشست‌های مشترک مرزی بین خراسان رضوی و ولایت هرات جهت تسهیل حمل و نقل و بازگشت. کنترل شدید ورود و خروج با بررسی مدارک هویتی و ویزا صورت می‌گیرد. 4. وضعیت قانونی و مدارک. مدارک معتبر برای اقامت. کارت آمایش، کارت کار، ویزای معتبر و گذرنامه ماشینخوان. برگه تثبیت هویت سفارت افغانستان دیگر الزامی نیست. دفاتر کفالت تهران، البرز و قم فعلاً برگه بازگشت صادر نمی کنند. مهاجرین باید از سامانه کانون نوبت اقدام کنند. 5. برخوردهای امنیتی و انتظامی. تأکید بر تفکیک اتباع مجاز از غیر مجاز. اعلام رسمی مبنی بر اینکه اجاره خانه به اتباع غیر مجاز ممنوع است. اولنامه‌ها باطل و املاک مصادره می‌شوند. اشراف امنیتی بر مراکز تجمع مهاجرین در شهرهای مختلف گسترش یافته است. 6. تحولات انسانی و دیپلماتیک. تأکید رهبر ایران بر برخورد انسانی و پرهیز از بی‌احترامی نسبت به مهاجرین. دیدار متقی و عراقچی با تأکید بر عودت تدریجی و عزتمندانه. بازدیدهای میدانی مسئولان از اردوگاه. متشکرم از اینکه با ما بودید. اوقاتتون خوش.